گروهی از حامیان پناهندگان افغان در ایالت آیوا تجمع کردند و از مقامات محلی خواستند تا در راستای حفاظت از پناهجویان افغان در آمریکا اقدام کنند. این تجمع روز سه‌شنبه 23 ثور 13 می در شهر سیدار ریپیتس در واکنش به تصمیم دولت ترامپ برای لغو وضعیت حفاظت موقت پناهجویان افغان برگزار شد. اعتراض در مقابل محکمه فدرال سیدار ریپیتس برگزار شد و گروه ایندوسیبل آیوا این تجمع را سازماندهی کرد. این گروه پیش از این نیز تجمع‌های علیه سیاست‌های دولت ترامپ در موضوعات مختلف به ویژه سیاست‌های مهاجرتی برگزار کرده است. هدف اصلی این تجمع اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی ترامپ به ویژه پایان دادن به وضعیت حفاظت موقت برای هزاران افغان است که در جنگ علیه طالبان به نیروهای آمریکایی کمک کرده اند. برخی معترضان هشدار دادند که افغان‌های همکار با نیروهای آمریکایی در صورت بازگشت به افغانستان ممکن است در معرض انتقام طالبان قرار گیرند. همچنان جو مورل، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، در صفحه ایکس خود تصمیم جدید دولت ترامپ در قبال پناهندگان افغان را غیر قابل پذیرش دانسته است. او تأکید کرد که بسیاری از این پناهندگان پس از کمک به نیروهای آمریکایی برای مقابله با طالبان از افغانستان فرار کرده اند و اکنون بازگشت به وعده های داده شده به آنها را غیر قابل قبول دانسته است.